با این امید و آرزو که روز اول هفته پر از عشق، آرامش، ثروت، برکت، فراوانی و سلامتی برای همه موجودات روی کره زمین و کائنات باشه. امروزمون رو و مدیتیشن امروزمون رو آغاز میکنیم. آمین آمین آمین. یک کوچولو منتظر بمونیم و بعد شروع کنیم. توی این فاصله که بچه های گروه به جمع ما اضافه میشن ازتون میخوام که دم و بازدم های آگاهانه داشته باشید. میگیم دم و بازدم آگاهانه که چشم حتما. به این خاطر که هر دمی که فرو میبری آگاه باش به این که عشق و آگاهی الهی وارد بدنت میشه و با هر بازدم تمام به انرژی های منفی از بدنت دفع میشه. پس خواهش میکنم که ستون فقراتتون رو صاف نگه دارید. مرسی عزیزم، صبحتون بخیر. ستون فقراتتون رو صاف نگه دارید لطفا. سر و گردن در امتداد ستون فقرات باشه. چانه نه خیلی پایین نه خیلی بالا باشه. حالت 90 درجه با گلو و گردنتون. دم و بازدم داشته باشید. آگاه باش به هر دمی که پادشاه عالم هر روز بدون هیچ هزینه‌ای در وجود ما میدمه تا زندگی کنیم. و بازدم داشته باش و با هر بازدم دردها، بیماریها، رنجها رو از بدنت خارج کن. لازم نیست فعلا چشمانتون رو ببندید. اگر دوست داشتید هم میتونید ببندید، هیچ اشکالی نداره. آگاه باش به دمهای ثروت سازی که وارد بدنت میکنی و بازدمهایی که با خروج از بدنت تمام انرژی های منفی رو از بدنت خارج کن. دم عمیق بگیر و بازدم های عمیق تر داشته باش. در طول روز هر زمانی که به یاد مدیتیشن امروز افتادی دم و بازدم های عمیق داشته باش. مدیتیشن امروزمون رو آرامش و برکت حاصل از انجام این مدیتیشن رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که احتیاج به دعا کردن دارن، احتیاج به شفا یافتن دارن. تقدیم میکنیم به همه پرنده هایی که در سرما بیرون از لونه ها و خونه های ما در حال زندگی کردن هستن. خب ازتون میخوام چشمانتون رو ببندید و آماده باشید که کوثر جان لطفا حاضری بچه ها رو بزن. بچه های گروه لطفا حاضریشون رو بزنن که کوثر جان یادداشت کنن اسمشون رو. فاطمه جان ترابی حاضر، زینب جان احمدی حاضر، سمان جان حاضر، حاضریاتون رو بزنید تا من پس زمینه رو انتخاب بکنم و مدیتیشنمون رو شروع کنیم.
خیلی خوب. خب خیلی هم عالی. باران جان حاضر، زینب جان محمودی حاضر، کوثر جان حاضر، لیدا جانم حاضر. خیلی خوب. اوکی. خب بریم که مدیتیشن امروزمون رو آغاز کنیم. بله خیلی هم عالی. بچه های گروه همینا بودن؟ همین تعداد امروز بیدار شدن یا هنوز نتونستن وارد لایف بشن؟ البته امروز قطع و وصلی هم زیاد داریم. خیلی خوب. بریم. خیلی خوب. بریم بچه ها مدیتیشن رو انجام بدیم. حالا تو این فاصله بچه های دیگه اگه به جایمون اضافه شدن که جای بهتر. خب اوکی باشه مرسی. بریم. خب چشمانتون رو ببندیم. دم و بازدم آگاهانه داشته باش. آگاه باش به هر دمی که وارد بدنت میشه و هر بازدمی که از بدنت خارج میشه. عشق رو با هر دم وارد بدنت بکن و در همین حین که آگاه هستی به تنفسات ازت میخوام که دوباره ستون فقراتت رو چک بکنی. ستون فقراتت رو چک بکن. سر و گردنت رو چک بکن. اینکه تا چه اندازه به اعضای بدنت آگاه هستی شل و ریلکسشون بکن. تمرکزت رو بده به فکت که رها باشه، ریلکس باشه، سفت و محکم نگرفته باشی فکت رو و به ماهیچه های دور چشمت توجه بکن که ریلکس باشه، در حال پرش نباشه، سفت نگرفته باشیش، آروم و ریلکس باش. ریلکس و رها. دم و بازدم داشته باش. تمام اعضای بدنت رو دعوت بکن به ریلکس بودن و آرامش. از این لحظه به بعد تو در آرامش مطلق و ریلکسی کامل قرار داری. آگاه باش به هر دمی که به اذن پادشاه عالم به تو اجازه انجامش داده میشه و هر بازدمی که با اون تمام گرفتاری هات، تمام چیزهایی که سال هاست جسم و جان تو رو عذاب میده از بدنت خارج میکنی. شاید در حین انجام این مدیتیشن و در حین انجام این که بازدم ها تو انجام میدی با خودت میگی چیزی نیست که سال هاست منو عذاب بده، ولی قطعاً مسائلی هست که فکر و ذهن تو رو مشغول کرده باشه و به خاطر اون هست که تو درد و رنجی در بدنت داری. دردها و رنجها رو با نفس هات از بدنت خارج کن.
و آگاه باش که با هر دمی که وارد بدنت میکنی امروز اجازه زندگی به تو داده شده. امروز شنبه، روز اول هفته ما. آرزو داریم که سلامتی، عشق، برکت و آرامش در تک تک سلول های بدن ما جاری بشه. همینجور که در جای خودت نشستی ازت میخوام که با چشمان بسته و با چشم دلت ببینی که دستانت رو به آسمان قرار گرفته و سرت رو به بالاست و داری به آسمان نگاه میکنی. خودت این کار رو انجام نمیدی ولی در تصورت و با چشم دلت نگاه میکنی که این کار رو انجام دادی. ببین که از آسمان نور عشق و آگاهی الهی بر سر و روی تو میباره. نوری از آسمان همینطور که به سمت بالا نگاه میکنی از چاکرای چشم سوم تو وارد بدنت میشه. این نور از چاکرای چشم سوم تو وارد بدنت میشه و کل بدن تو رو روشن میکنه. با حضور این نور در بدن تو کل بدن تو نورانی میشه. چاکرای تاجی تو رو و تک به تک چاکراهای تو رو در بر میگیره. دم و بازدم داشته باش. توی هر دمی که انجام میدی ببین که این نور کل بدن تو رو و سلول های تو رو روشن میکنه. سلول های بدنت رو تصور بکن که با این نور نورانی شده. هر سلول بدن تو به شکل ستاره‌ای در اومده در بدنت. این ستاره های کوچولو توی بدن تو رو تبدیل به یک خورشید درخشان کردن. تو تبدیل به یک خورشید نورانی و درخشان شدی و با هر دم توسط این نورهای کوچک که سلولهای تو رو نورانی کردند تو در حال درمان و شفا هستی. ازت میخوام که با هر دمت این تنفس شفابخش و معجزه‌گر الهی رو هدایت بکنی به اون قسمت‌هایی از بدنت که امروز احتیاج به توجه بیشتر دارند. امروز احتیاج به درمان دارند. امروز احتیاج به شفا یافتن دارند. با هر دمت این نور معجزه‌گر الهی رو در بدنت هدایت کن و همینجور که این نور رو در بدنت هدایت میکنی حواست به تک تک اندام‌های بدنت و سلول‌های درخشانت باشه. امروز تو به یک خورشید درخشان
در اول هفته تبدیل شدی و میخوایم امروز با هم تمام این عشق رو، تمام این نور معجزه‌گر الهی رو، تمام این انرژی شفا بخشی رو به کل موجودات عالم و کره زمین هدایت کنیم. با هر دم و بازدمت این نیروی معجزه‌گر رو به کل اعضای بدنت و اون قسمت‌هایی از بدنت که درد داره، احتیاج به نوازش داره، احتیاج به لمس شدن داره، میتونی با دستات لمس کنی، نوازشش کنی و این نیرو رو به اون قسمت از بدنت بفرستی. همینطور که اون قسمت از بدنت رو لمس میکنی به من گوش بده. سپاسگزار خداوندی هستم که اجازه دم و بازدم رو به من میده. سپاسگزار خداوندی هستم که هر روز اجازه آگاهانه تنفس کردن رو به من داده. سپاسگزار تک تک سلول های بدنم هستم که مثل ستاره های کوچولو بدن من رو هر روز نورانی و روشن میکنن و تمام تلاششون رو میکنن که من زنده باشم و نیروی سلامتی رو در بدن من به جریان میندازن. سپاسگزار تمام فرشته هایی هستم که هر روز نگهبان و حامی من هستند و امروز ازشون میخوام که در تمام طول روز حامی من، حامی همراهانم و حامی همه عزیزانمون باشه که احتیاج به حمایت دارند. سپاسگزار خداوندی هستیم که اجازه این دم و بازدم، این تنفس ثروت ساز به این خاطر که با هر دم و بازدم اجازه زندگی کردن، اجازه زندگی دوباره به همون داده میشه. با هر دم عشق رو در بدنت جاری کن و با هر بازدم تمام گرفتگی ها، تمام چیزهایی که باعث ناآرامی تو میشه، همه فکرهایی که سال هاست داری انجامشون میدی، فکرهایی که روزها، ماهها، سال هاست داره تو رو درگیر خودش میکنه، تو رو هدایت میکنه به اینکه فکرهایی انجام بدی که بدن تو بیمار بشه. با بازدم هات از بدنت خارجشون کن. ببین که توی این لحظه تو در مرکز کره زمین قرار داری. خودت رو در مرکز کره زمین تصور کن. با دقت نگاه کن. با هر دمی که وارد بدن تو میشه و بدنت نورانی میشه، تو به خورشید درخشانی تبدیل میشی که نور تو کل کره زمین رو در بر میگیره. هر روز تو این کار رو انجام میدی، ولی امروز آگاهانه به یک خورشید درخشان تبدیل شدی. هر روز با هر دم تو و هر بازدم تو کلی از موجودات کره زمین انرژی میگیرن. درست اون لحظه‌ای که تو احساس خوبی داری، تو به مادر زمین نور، عشق رو جاری میکنی و این نور و عشق تو کل کره زمین، کل موجودات رو، کل اشیا رو، کل جهان هستی رو از زمین و زمان و آسمان در پر میگیره.
از امروز به بعد، از این لحظه به بعد ازت میخوام که آگاه باشی به هر دم و بازدم تو که این همه مثمر ثمر برای کره زمین، برای کائنات خواهد بود. هر انرژی مثبت، هر لبخند تو، هر حس و حال خوب تو انرژی بی‌نظیری رو در کره زمین حاکم میکنه. آگاه باش به خودت، به هر لبخندی که بر روی لبان تو میاد و نقش میبنده. این انرژی زیبای تو کل جهان هستی رو در بر میگیره. ببین که با انرژی مثبت تو، با این لبخند زیبای تو، با این حال خوب تو به خورشید درخشانی تبدیل شدی که کره زمین و آسمان و کائنات رو روشن کرده. با هر دمی که با عشق وارد بدنت میکنی و سلول های بدنت رو ترمیم میکنی، نورانی و نورانی تر میشی. اشعه هایی که از بدن تو به اطراف ساطع میشه و همه جا رو روشن میکنه. با دقت نگاه کن. از هر انرژی که از سمت بدن تو به سمت کره زمین، به سمت اطراف بدن تو ساطع میشه، نگاه بکن که همراه با اون انرژی های کوچولو کوچولو به اطراف فرستاده میشه. امروز روز شنبه، روز اول هفته، این انرژی کوچولو رو ازت میخوام که آگاهانه انرژی هایی که از بدن تو ساطع میشه و مانند اشعه های خورشید از بدن تو به سمت اطرافیان فرستاده میشه، ازت میخوام که این نور معجزه‌گر که از بدن تو ساطع میشه رو با عشق به سمت اونهایی که دوست داری، به سمت اونهایی که دوست نداری، ازشون چینه نفرت به دل گرفتی بفرست. اجازه بده که این نور تو و اون شخص رو شفا بده. ازت میخوام آگاهانه این کار رو انجام بدی. آگاهانه آگاه باش. آگاه باش به همه چیزهایی که باعث آزار تو شده، به همه اونهایی که باعث آزار تو شدن و بدون که قطعاً تو هم در جایی باعث آزار و اذیت اونها شدی. اگر کسی حرفی چیزی میزنه که تو رو آزار میده، روزی تو هم باعث آزار جسم و جان و روحش شدی. شاید تو اون لحظات رو به خاطر نیاری، اما تو مقصر هستی برای همه چیزهایی که میشنوی، برای همه حرفهایی که میشنوی، برای تمام اتفاقاتی که در اطراف تو در جریان هست. تو مقصر هستی. تو مقصر هر کلمه، تو مقصر هر چیزی که باعث آزارت میشه هستی و توسط این نورهایی که از بدنت ساطع میکنی، توسط این نوری که از آسمان بر بدن تو دمیده میشه و در حال شفا هستی، این نور رو به سمت اونهایی بفرست که روزی باعث آزارشون شدی و امروز باعث آزار تو شدن. نور رو به سمت اونهایی بفرست که سال هاست ازشون کینه به دل داری و نمیتونی راجبشون درست فکر بکنی. همونهایی که روزی تو مانع درست فکر کردنشون شدی. نور رو به سمت اونهایی بفرست که امروز احتیاج به شفا دارن.
این روزها روزهاییه که احتیاج به همدردی دارند، ولی بالعکس تو به خاطر همه اتفاقاتی که افتاده امروز روزهای درمان، روزهای کنار اونها بودن، برعکس عمل داری میکنی. نور رو به سمت اونهایی بفرست که نمیتونی بهشون محبت کنی، اما اونها روزی دست تو رو گرفتن و به تو محبت کردند. نور رو به سمت اونهایی بفرست که این انرژی که وارد بدنت میشه با هر دم، به سمت اونهایی ساطع بکن که اگر کاری کردن با عشق برای تو انجام دادن و اجازه و طلب نیکی کردن و انعکاس از سمت تو نداشتند، ولی امروز تو با رفتار و اعمالت نشون دادی که شاید شایسته یه مورد توجه قرار گرفتن نبودی. نور رو به سمت اونهایی بفرست که حتی یک بار لبخند به لب تو آوردن ولی تو نتونستی گذشت داشته باشی. نور رو عاشقانه و خالصانه این بار با تمام وجودت نور رو به سمت اونهایی بفرست که احتیاج به محبت کردن دارن، احتیاج به همدردی دارن. برای اونهایی بفرست که تو رو آزار دادند و تو امروز قول بده که این انرژی رو برای اونها با عشق خالص بی منت میفرستی و از اونها انتظار دریافت نداری. انتظار اینو نداری که یک روز محبت تو رو جبران کنن. با تمام دل و جانت ببین که این خورشید زیبا، نورهاتو نگاه کن، به سمت چه افرادی فرستادی. ازت میخوام که با هر دمت و انرژی زیبایی که در بدنت به وجود میاد، با تمام وجودت این بار انرژیت رو به همه موجودات کوچولو کوچولوی روی کره زمین بفرست. برای موشها، برای کرمهای خاکی، برای کفش دوزک ها، برای اون حیوانی بفرستی، اون موجودی بفرستی که وقتی نگاش میکنی چندشت میشه. برای سوسکا، برای همه اون موجوداتی که میان توی ذهنت همین الان و تو ازشون خوشت نمیاد. برای مورچه ها، برای پروانه ها، برای شاپرک ها، برای تمام موجودات چندش روی کره زمین این انرژیت رو بفرست. برای همه اونهایی که اگر خلق شدن، خالق جهان هستی حتما میدونسته که خلقشون کرده. نور و انرژی رو به سمت آبها و دریاها و اقیانوسها و دریاچه ها و برکه ها و کوههای اطراف بفرست. برای کره زمین، برای تمام دریاهای موجود بر روی کره زمین، این نور و انرژی زیبا رو، این انرژی معجزه‌گر رو، این انرژی شفا بخش رو با عشق، با پاکی، با خلوص نیت، با یک دنیا انرژی مثبت به سمت تمام سرسبزی های کره زمین بفرست. این نور زیبا رو به سمت کهکشان ها و آسمان ها بفرست. ببین که تو این انرژی بی‌نظیر تو کل جهان هستی رو در بر گرفته. تو به شکل خورشید درخشانی هستی که همه جا رو روشن کردی. یادت نره که تو هر روز مثل یک خورشید درخشان هستی.
و اگر بازتابی که از بدن تو به سمت بیرون ساطع میشه انرژی منفی باشه، تو سیاهی ها رو دریافت میکنی. و اگر سرشار از انرژی مثبت باشی، انرژی مثبت رو به زندگی اطرافیان و موجودات بفرستی، هزاران برابرش رو از آبها و دریاها، از آینه ها، از کوهها دریافت میکنی. تصور کن همه انرژی که تو الان به سمت دریاها، کوهها، موجودات کره زمین، حشره ها برای همه ارسال کردی، با عشق فراوان، با نیرو و انرژی خاصی، با 100 برابر آنچه که تو ارسال کردی به سمت تو در حال برگشت است. ببین که جهان هستی در بازتاب انرژی زیبای تو تمام کائنات، آسمان و زمین رو روشن کرد. اطرافت رو ببین که چقدر زیبا و نورانی شده و بازگشت انرژی زیبای تو، این انرژی که تو هر روز داری به کل جهان میفرستی. آگاه باش، آگاه باش، آگاه باش به انرژی که به جهان ساطع میکنی و 100 برابرش رو دریافت میکنی. اگر عشق ساطع میکنی، عشق دریافت میکنی. اگر نفرت ساطع میکنی، نفرت بیشتر دریافت میکنی. اگر درد و رنج رو با فکرات، انرژیش رو با اطرافیان ساطع میکنی، 100 برابرش رو در بدن دریافت میکنی. برای اینه که بیماری، برای اینه که آزار میبینی، برای اینه که اذیت میشی، به خاطر فکرهایی که با انرژی های منفی در بدنت درست میکنی و هزاران برابرش رو از بازتاب این انرژی که به بیرون میدی در بدنت شکل میدی و باعث بیماری اندام های بدنت میشی. آگاه باش، آگاه باش. نگو که من سرشار از انرژی مثبتم، سرشار از فکرهای خوبم، ولی چیزهای بد رو جذب میکنم. این امکان نداره. در پس پرده افکار تو، در پس ذهن ناخودآگاه تو چیزهایی نقش بسته که الان اونها رو دریافت میکنی. اگر عشقی که میدی خالصانه نیست، اگر حضوری که داری خالصانه نیست، همونها رو 100 برابر دریافت میکنی. آگاه باش، آگاه. آگاه به هر دمی که باعث نورانی شدن تو میشه. آگاه به هر دمی که عشق رو در بدنت جاری میکنه. ببین که با هر دم تو اون نوری که از آسمان کل بدن تو رو فرا گرفته آروم آروم داره جمع میشه، در چاکرای ریشه تو قرار میگیره. چاکرای ریشه تو رو شفا میده، به سمت چاکرای خاجی تو که 4 انگشت زیر نافت قرار داره میره. چاکرای خاجی تو رو ترمیم میکنه، پاکسازیش میکنه. به سمت چاکرای خورشیدی تو که 4 انگشت بالای نافت قرار داره میره. سپس وارد چاکرای قلبت میشه، چاکرای قلبت رو شفا میده و وارد چاکرای گلوت میشه. با حضور این نور شفا بخش الهی، نور معجزه‌گر، چاکرای گلوی تو شفا پیدا میکنه و این نور به سمت چاکرای چشم سومت میره. چاکرای چشم سومت رو شفا میده و به سمت چاکرای تاجی تو میره. چاکرای تاجی تو رو هم شفا میده و آروم آروم ببین که با هر دم و بازدم این نور دوباره به سمت آسمان برمیگرده. خودت رو ببین که در حالت مدیتیشن روی زمین نشستی.
یا روی مبل نشستی یا دراز کشیدی. ببین که تو اون منبع نورانی، اون منبع درخشان تبدیل به خودت شدی. تو همون کسی هستی که هر روز زندگیت رو به همین شکل رقم میزنی، اما ناگاهانه هر روز زندگی میکنی، ناگاهانه به انرژی هایی که توسط تو به اطرافت فرستاده میشه. ازت میخوام که دم و بازدم داشته باشی، دستانت رو به شکل ناماسته جلوی قلبت قرار بدی. کمی سرت رو به سمت انگشتان دستت پایین بیار. سپاسگزار خداوندی هستیم که اجازه انجام این میتیشن بهمون داده. سپاسگزار اندامهای بدنمون هستیم که در طول انجام این میتیشن ما رو یاری کرده. سپاسگزار همه فرشته هایی هستیم که در طول انجام این میتیشن همراه ما بوده، گرمی رو به وجود ما ساطع کرده. سپاسگزار تمام دم و بازدم هامون هستیم. سپاسگزار خداوندی هستیم که اجازه زندگی کردن رو به ما داده. سپاسگزار خداوندی هستیم که یه روز دیگه تولد دیگر رو به ما هدیه داده. سپاسگزار خداوندی هستیم که اجازه حضور و زندگی در امروز رو به همون داده. دم بگیر و با بازدم سرت رو بالا بیار. کف دستانت رو روی هم ماساژ بده و ازت میخوام که دستانت رو روی چشمانت بگذاری و سپس با کف دستانت کل بدنت رو ماساژ بده. تمام قسمت ها از بدنت که امروز احتیاج به نیروی عشق دارن، نیروی شفا بخشی دارن، ماساژ بده و بذار که نورانی تر بشه. درد رو، بیماری رو با این لمس از بدنت خارج کن. همینجور که بدنت رو لمس میکنی سپاسگزار باش ازش تشکر بکن که در طول این سالها و در طول انجام این میتیشن تو رو یاری کرده. بله، عشق به شما ها برای این حضورتون، برای انجام این میتیشن و اینکه اجازه انجام این میتیشن به همون داده شده. امیدوارم که از انجام این میتیشن لذت برده باشید و تمام نکته هایی که در طول انجام میتیشن، آگاهی هایی که به شما داده شده، در طول روز بهش آگاه باشید و هر وقت که به یاد انجام این میتیشن افتادید آگاهانه زندگی بکنید. آگاه باشید به هر دم و بازدمتون که باعث میشه شما انرژی های مختلف رو از اطرافتون جذب بکنید. عشق شما برای حضورتون. امیدوارم که امروز سرشار از خیر و برکت، ثروت و فراوانی، توأم با سلامتی برای همه موجودات کره زمین باشه، برای شما عزیزانم باشه، برای همه اونهایی که امروز احتیاج به نیروی شفا دارن، نیروی درمان دارن، به همون اجازه دعا کردن براشون داده بشه و این نیرو نور بشه بهشون. به همه دکترایی که امروز در حال جراحی کردن هستن، این نور به سمت اونها بره، نیروی شفا را در دستانشون به کمک پادشاه عالم جاری بشه و کمک بکنه که بهترین ها رو رقم بزنند. عشق به شما ها، دوستتون دارم. احساستون رو از انجام این میتیشن توی گروه لطفاً بذارید. اونهایی هم که در طول انجام مدیتیشن همراه من بودن اما در گروه نیستن، توی دایرکت میتونن
پیامشون رو بذارن. تا یه نیم ساعتی خودم دایرکت ها رو چک میکنم. خب نمیدونم لیدا جان چرا اسم فرشید رو نوشتن، اما هرچه که هست امید دارم که شفا و درمان در ایشون هم برای ایشون هم فرستاده بشه و در ایشون هم جاری بشه. عشق شماها. تا فردا. خدا نگهدارتون. دوستتون دارم. خدا نگهدار.